یکی از لطیف‌ترین و راحت‌ترین دسرایی که میتونی درست کنی همین پاناکوتاست، اونم با طعم کرم بیسکویت لوتوس که عالیه. شیر رو به همراه شکر و وانیل روی حرارت بذارید و هم بزنید تا شکر حل بشه اما مواد نجوشه، همین که گرم بشه کافیه. ژلاتین رو با آب ترکیب کنید تا حالت اسفنجی بگیره، بعد بذارید روی بخار کتری تا ذوب و روون بشه. خامه صبحانه رو گرم کنید، به شیر اضافه کنید و مخلوط کنید، بعدم از روی حرارت برش دارید. حالا ژلاتین بنماری شده رو اضافه و ترکیب کنید، بعد هم کرم بیسکویت لوتوس رو که روی بخار کتری بنماری کردید به مواد اضافه و حسابی هم بزنید تا یک دست بشه. مواد که داغی افتاد توی یک قالب چرب شده مواد رو بریزید، بعدم حدود 12 ساعت بذارید توی یخچال تا حسابی ببنده. بعد از استراحت اول دسر رو از دیوارها جدا کنید، بعد هم توی یک ظرف خیس شده برش گردونید. این دسر رو میتونید مثل من با کرم بیسکویت لوتوس که بنماری شده و داخل قیف ریخته تزیینش کنید. در نهایت هم با پودر بیسکویت و خود بیسکویت لوتوس میتونید تزیینش رو کامل کنید. یعنی راحت تر از این دسر رو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی، فقط لطافتش رو ببین. نوش جونتون.